اینجا مازندرانه. سلام بر عاشقای شهر عشق. امروز اومدیم با یک مهمان خیلی خیلی ویژه. تو زندگی رفیق صمیمی اگر داشته باشی همیشه حسادت میکنه و میگه من باید اولین نفر باشم که مهمان باشم. شما رو معرفی میکنم به آقای جان سینا. خب آقای جان سینا سلام استاد چیه؟ تو 30 ثانیه خودتو معرفی کن. من سامانم، متولد 74، رفیق صمیمی داش مبین. خب باز بیشتر بگو. بیشتر. وضعیت تحول؟ متأهل هستم. خب چرا زن بری سامان؟ سوالی بود که همیشه همه از من میپرسن و خواهم پرسید، ولی خب حس خوبیه. بریم با هم. امروز غذا سفارش چی دادی؟ من حال و حوصله ندارم. سر صبح کی آقا؟ ببین تو هر غذایی درست کنی خوبه. ساعت الان 9-10 دقیقه سامان. مرغ سوخوری کی میخوره الان؟ تو میخوای مرغ سوخوری بخوری؟ من میخورم دیگه. پس بریم. بذار قدش. تو بهترین. نگرفت دوره. ایوه. خب دوستان بریم که این مرغ ناناس رو پاک کنیم که بدیم داش سامانمون نوش جان کنه. ایجا. برای مرحله اول بال مرغ را به خوبی گرفته کات میزنی و باسن مرغ رو این شکلی میزنی. سامان تو باسن دوست داری؟ نه تو خدمت یادت نمیاد سیخ میزدیم اینا رو میخوردیم، کارهای بد میکردیم. به بچه‌ها نگفتی تو خدمت با من رفیق شدی؟ نه باید بگی دیگه، اینا رو باید توضیح بدی. مبین فکر می‌کنی چرا داخل خدمت باهات رفیق شدم؟ چرا؟ تو کجا خدمت میکردی؟ آشپزخونه دیگه. 100%. بگو چه غذای خوشمزه‌ای میخوردی؟ واقعا تو اون خدمت که غذا واقعا نعمت بود، با آشپزی تو واقعا بهتر میشد. یادت املت ها رو تون میکردیم کسی نخوره، من و تو میخوردیم. سامان اگه شیطونی کنی بال تو رو میگیرم این شکلی، یه دونه داخل نمیره که. موقعش بدنساز بود. قلب من همینجوری تره خورده سامان. من چقدر شکست عشقی خوردم تو خدمت سامان. اون دختر چرا منو ول کرد؟ نباید منو ول میکرد. یه دیمایی هیچ وقت باخت نمیده. خب دوستان پوست مرغ رو میگیریم دیگه. چیه؟ من حالم داره بهم میخواد. سامان این چه منوی بود انتخاب کردی سامان؟ لطفا شخصیت واقعی خودت نشون بده. کاری نکن به زور حرف بکشم. میدونی در مقابل گوشت من ضعیفم، برای همین گوشت ساندویچ هایی که درست میکردی و همیشه میدیدم و همیشه برام سوال بود که چرا من نه؟ چرا من نباید این غذا رو بخورم؟ دیگه قسمت توه دیگه. 100%. امروز اختصاصی تا شب هر چی گفتی میگم اوکی. عالیه. فقط چیزای بد نگی سامان. نه. تو رفیق خوب منی. بذار این رفاقت و این احترام پایدار بمونه. داشت تو این چند سال مون دیگه. 11 سال نه؟ واقعا سال کمی نیست. دیگه هر اتفاقی میخواست بیافته تو این 11 سال میافتاد. آفرین. بیا. اینا. کیش. اون میترسه. از بس این مردم رو سگ و گربه رو میگیرن دنبال میکنن. اصلا حیوانات، ما باید با حیوانات مهربان باشیم. اگه به حیوانی، درختی، گل، گیاهی آسیب بزنیم طبیعت کارما داره، باید پس بدی. اینا رو باید، اینو میذارم اون گوشه، آقای سگیان بیاد نوش جان کنه. دوستان کارای اداری مرغ رو رسیدیم. آسان بیا. مرغ ها رو به روش خوشگل تکه تکه کردیم و شستیم ترتمیز. بریم برای داستان آرتبازی و اینا. در مرحله اول دوستان اینو من راستشو بخوای من اولین بار دارم درست میکنم این شکلی. تخم مرغ 3 عدد تخم مرغ داخل آرد. این مگس هم ما رو ول نمیکنه. 2 تا بزنم یا 3 تا بزنم سامان؟ 3 تا دیگه. 3 تا. همونقدر که خریدیم همونقدر استفاده میکنیم. دوستان کشتلاب ها رو جدا میکنیم. در زبان مازندرانی به پوست تخم مرغ میگن کشتلاب. بگو. کشتلاب. جان.
پول بیبر را اضافه میکنیم. پول بیبر همون فلفل، این فلفلای چوسیه دیگه، نگاه کن دانه های درشت داره و عالی. داخل آرد و تخم مرغ و کمی نمک. رفیق قدم باید همسو باشه باش. تو از این که با من همسو هستی من خیلی باعث افتخارم. همچنین داداش. یکم هم اینا رو هم بزنم دیگه نه؟ 100%. بیار جلو. مونترال چیکن درست خوندم؟ بله. ادویه مرغ هستن ایشون. کارش مزه‌دار کردنه. سامان جان چون حرفی سخن یا چی اون شخصیت واقعیت چون نشون نمیدی پشت پرده قایم. زود نیست؟ نه دیگه الان وسط ویدیو زود نیست. بذار مردم همون چیزی که تو تصویر میبینن رو باور کنن. نه اون چیزی نمیخوام باور کنن. مخاطب نمیخواد باور کنه باید چیکار کنه دوستان؟ حقیقتش اینه که داش مبین یه ذره دارم یواش یواش به سمت گرسنگی میرم. زمانی که گرسنم میشه ببین من گرسنم میشه میدونی داداش. دستم تمیزه سامان. میدونم. دیدم که شستی. نشوری هم من قبول دارم. سوس در میاریم. میگه رفیقا با هم دیگه ندارن، همه چی همدیگه رو دیدن، همه چی همدیگه رو خوردن، یعنی نون نمک زندگی و خون زندگی اینا رو میگن. فقط نون نمک دیگه. این خمیر نشه. باید توش آب میریختم یا روغن. اصلا این رسیپی رو دوستان متاسفانه من یادم باید حقیقت رو بگه دیگه. درست. من خراب کردم. این نباید این شکلی بشه دیگه. تخم مرغ هم نداری نه؟ صفر شده. یکم میمالیم ببینیم تا به کجا میرسه دیگه. تو میتونی مبین. الان باید با این نون ببازی. من اگم یکم روغن بزنم بهش رقیق ترش کنم. سامان جان روغن رو میاری بده به من؟ بله. روغن رو کمی اضافه میکنیم. سامان نباید روغن میریختیم سامان. ولی ریختیم. مبین چرا ازدواج نمی‌کنی مبین؟ این چه سوالی بود پرسیدی؟ تو نمیدونی من چند بار شکست عشقی خوردم؟ هیچکی نمیتونه من رو قلب من راضی نگه داره. تو چرا دست میذاری تو نقطه ضعف من؟ ها؟ دست بذارم بس. سامان بریم پلن بی. مرغو میزنیم به این چیزی در میاد سامان دیگه. واقعا تو طبیعت غذا درست کردن سخته. منم که آشپز نیستم که. چه شبیه خامه اصل شد. سامان کات بده آبروم رفت سامان. من یه تیکه آب ریختم داخل و به این غلظت در اومده. سامان خدا رو شکر این آب ما رو نجات. اینو میذاریم تو این حالت چسبندگی بگیره. دوستان اصلا آشپزی رو سخت نگیرید. آشپزی بخشی از عشق شماست در وجود شما. تا حالا با هم دعوا افتادیم؟ دعوا نه، ولی یکی دو بار بحث لفظی پیش اومد. کی بردش تو اون بحث؟ فکر کنم هر دومون زدیم نه؟ آره. رفیق‌های صمیمی هیچ وقت بی‌احترامی نمی‌کنن. هیچ وقت پشت سر هم دیگه حرف نمیزنن. هیچ وقت زیرا به هم دیگه رو خالی نمی‌کنن. رفیق‌های واقعی. اگر رفیقی دیدی که زیرا به تو زده خط بزن برو بعدی. اون دیگه رفیق حساب نمیشه. چی حساب میشه؟ آشنا. غریب آشنا دوست دارم بیا جان. منو یاد خانم گوگوش بخیر. ما با هم دیگه باش خیلی خاطره داشتیم. خب برای دوستان توضیح بده میخوای چیکار کنی؟ بعد از اینکه مرغا رو به مواد آغشته کردی میریم سراغ آرد گندم. از این شبکه یک زیاد میدیدی؟ آره. برو توش ببینم چیکار بلدی. شبیه معلما بود آشپزی میکرد همیشه. خب بعد دوستان توضیح بده قشنگ. آردها رو به خورد مرغ میدهیم. سریع تون این شکلی میخوای آشپزی کنی؟ تون. آها. واقعا موی کار سختیه. بیشتر باید آره. بعد خیلی تکونش بدی. اینجا چالشه دیگه، باید خوب آشپزی کنی. به بچه‌ها گفتی که همیشه غذا رو من درست میکردم، ظرفا رو تو میشستی؟ نه. واقعا ببین رفاقت همینه، تقسیم کار، تقسیم وظایف. آفرین. کمکاسی‌های همدیگه را بپوشانید. بپذیریم. حداقل یه دو تکنیک بهت یاد بدم.
متأهلی دیگه، شاید خانومت از انتظار آشپزی داشته باشه. نگاه کن این شکلی منظورم. یاد ندی. نگاه کن. توجه داشته باشین دوستان، مرغای سوخاری رو این شکلی آغشته به آرد میکنن. البته این دیگه از اون حالتش در اومده دیگه، سامان ازت انتظار ندارم. سامان باید خیلی ریخته پاش کنی، پیشو پیشو بزنی. آره به این حالت آشپزی اصلا کار سختی هست. انتظاراتت از آشپزی توی خونه و توی جنگل چی بود واقعا؟ تو خونه که یه چیز دیگه است، ولی تو جنگل خیلی سخت. خیلی سخته نه؟ خیلی. لباس دوردی شده. دیدی نما کن پولکی شده دوستان، پولکی شده. میذاریم اینجا. بوسم نکردی امروز جان؟ امروز تو بود عشقی. خیلی دوست دارم. خیلی. خاطر حوصله سر رفتنت مثلا با کسی نمیتونی بری بیرون، منو میخوای مزدوج کنی و این همه خرج گردن ما بریم. همین دیگه. رفاقت چه ربطی داره سامان؟ این حرفا چیه میزنی؟ داره مبین. یا علیکی نپیچون. به بیننده ها نگاه کن، روت اونور نکن. بیننده های عزیز. ای کاش ما به جنگل نرفته بودیم. بینندگان حرف بزن، راحت باش، اینجا خونه خودته. مرسی. ما آزادی بیان داریم. خدا میکنم. بریز. خوبه. به دوستان بگو که ما منقل نیاوردیم، یادمون رفته. منقل نیاوردیم دوستا. پیکنیک هم جوابه. یه وقتی کار اشتباه نکنیم با پیکنیک سامان. ببین احتمال لغزش واسه همه آدما هست. بچه‌ها میخوان که تو پر انرژی باشی. چرا کم انرژی امروز؟ مگه اتفاقی افتاده؟ اگه غذا رو بخورم خیلی پر انرژی میشم. مبین بی صبرانه منتظر غذا. راست میگی؟ والا. میدونی ضعف من تو غذا دیگه. دوستان وقت اضافه کردن مرغای سوخاریه. پاورنده شدم که ارتباط بهتری بتونم با طبیعت بگیرم. آقای سامان تصویرم اوکی هست؟ عالی. به گل. سامان دیگه داری به آرزوت میرسی. واقعا. سعی میکنیم که آتیش در زمین تلاشمون رو میکنیم که درست نکنیم، چرا چون آسیب میبینه دیگه. پروردگار میگه به اندازه نیاز استفاده کن. اوه سوختم. آی من که مال پرواز نبودم، خب چرا بالامو وا کردی؟ چرا قبلا تو خوب بودی ولی حالا با هم سردی؟ سامان این دارم باید شکست عشقی میخونم. همون داستانی بود گفتم تو که دم از معرفت میزدی، چرا انقدر نامردی؟ این همون چیزی بود که من میخواستم. آفرین. خدا رو باید سپاسگزاری کرد. شکر. شاید مهمان بعدی برنامه شما باشید. دوست عزیز. پیشنهاد بده که خودشون آماده کنن برای یک چالش جدید. چالش آشپزی در طبیعت. اون چیه؟ و شما دوستان عزیز لطفا وقتی با دوست من میاین بهش کمک کنید. با تشکر. مدیریت برنامه خداحافظ. من دارم میرم. خداحافظ. چیکار داری میکنی؟ من دیگه نمیتونم. وای میستادی غذا رو بخوریم. این چه کاری بود؟ واقعا خوب شد. من یه دقیقه رفتم نظرم رو بینندگان عزیز بگم. نه الان دیگه نظرتون نگو. رسیدیم به لحظه پایانی. شکر پروردگار برای امروز از اینکه ما رو تحمل کردید. دیگه یه رون تو یه رون من. وای سامان باور نکردنیه. واقعا باور نکردنیه. خوب میخوری. خوردنم خوب. مرسی که ما رو نگاه کردین تا اینجا. قدردان چشمای زیبای شما هستم. از پروردگار براتون طلب صلح و آرامش میکنم. 3 ماه